درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی اندازه سپاسگزارم که به من و به حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان این توفیق رو نصیب کرد که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم با دومین قسمت از برنامه امامان وهابی شیعه. همانطوری که در قسمت اول خدمت شما عزیزان عرض کردیم، در این برنامه ثابت خواهیم کرد از مصادر معتبر شیعیان که ائمه 12 گانه شیعه همان اعتقادی رو داشتن که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و همه کسانی که امروز متهم به سلفیت و وهابیت هستند، همه اینها همون اعتقادی رو داشتن که ائمه بزرگوار اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تا امام حسن عسکری داشتن و اعتقادات این بزرگواران با اعتقادات رهبران یا مفکرین یا علما یا بزرگوارانی که به خط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و پیرو قرآن کریم و سنت این بزرگوار و به نام وهابی و سلفی امروز از طرف دشمنان اسلام متهم هستند، عقیده همه این بزرگواران عقیده توحید و یکتاپرستی بوده و این موضوع رو انشاءالله در طی این برنامه از مصادر معتبر شیعه و از کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب که یکی از بزرگترین به اصطلاح تالیفات این بزرگوار در باب عقیده است ثابت خواهیم کرد. مهمان همیشگی برنامه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که من نخست عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که الله متعال آنچه را که موجب رضایتشون هست به ما توفیق گفتن عنایت بفرمایند و تمام ما و شنوندگان ما را انشاءالله به مسیری که مورد رضایت الله هست و فرجام و عاقبتش رستگاری در دنیا و آخرت هست انشاءالله همه ما را موفق بگرداند. در خدمت جناب عالی خواهم. جزاکم الله خیر. اگر به یاد داشته باشید عزیزان بیننده، ما در هفته گذشته 3 پیام فرستادیم که این پیام مرتبط هست با موضوع اصلی برنامه امامان وهابی شیعه. این پیام ها به 3 تن از مراجع بزرگ شیعه که فعلا بیشترین فعالیت ها رو بر علیه اسلام و دین و مذهب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عموم مسلمانان بر علیه توحید و بر علیه یکتاپرستی دارند، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی، 3 تن از بزرگترین علمای شیعه که در این عصر و زمان بیشترین تالیفات، مقالات و فعالیت ها رو بر علیه به اصطلاح خودشون وهابیت داشتن که زیر نام وهابیت تیشه بریشه اسلام و قرآن کریم و دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میزنن. من قبل از اینکه وارد بحث این هفته بشیم همین پیامی رو که فرستاده بودیم برای اینها خدمت شما بزرگواران از نص همون پیام میخونم اگر که عزیزانمون این رو نشون بدن. بله، این پیامی است که ما به این 3 شخص معروف در
نزد شیعیان ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و نجم الدین طبسی فرستادیم که نص پیام هست: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تالیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه، ایمیل برنامه‌ام live@vesalfa.tv. ما این پیام رو عنوانی این 3 شخص، آیت الله ناصر مکارم شیرازی و همچنین جعفر سبحانی که پیام ایشون رو هم اگر دوستان نشون بدن، این پیام خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما جعفر سبحانی، تشکر احمد جان، و همچنین برای آیت الله نجم الدین طبسی، خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی این پیام رو هم فرستادیم. گرچه ما قبل از فرستادن این پیام و بعد از فرستادن این پیام این یقین رو داریم که در رابطه با این موضوع هیچ کدوم از اینا حاضر نخواهند شد پاسخ بدن، چون سال هاست که مسلمانان را فریب دادن با ترساندن از وهابیت. هر شخصی که هر گروهی که از توحید و یکتاپرستی صحبت بکنه، مهر آماده‌ای دارن که به پیشانیش بزنن که این شخص وهابی است و مردم رو از او متنفر بکنن. ما منتظر جواب این 3 مرجع بزرگ شیعه در ایران بودیم تا اینکه 1 روز بعد از برنامه دفتر پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی به ایمیل ما پاسخ دادن. احمد جان اگر لطف بکنید این قسمت رو نشون بدید. این پایگاه اطلاع رسانی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مد ظله، اینم مکارم@مکارم.ir، اینم ایمیلشون. در اینجا نوشتن که با اهدای سلام و تحیت، پاسخ: این بخش تنها جهت ارائه انتقاد و پیشنهاد در مورد سایت طراحی شده است، در حالی که همه شما عزیزان شاهد بودید که در هفته گذشته ما ایمیل رو برای مدیریت فرستادیم و عنوانی آقای آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود. نوشته که لطفاً این نامه را به صورت مکتوب به دفتر معظم الله در قم ارسال نمایید. قم، ابتدای خیابان شهدا، دفتر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، کد پستی 371 561 675 6. همیشه موفق باشید. جالب اینجاست، دفتر آیت الله العظما مکارم شیرازی. بالا اینجا نوشته که لطفاً این نامه را به صورت مکتوب به دفتر معظم الله، یعنی به دفتر آیت الله مکارم شیرازی بفرستید. این ایمیل رو هم دفتر آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و اینو دیگه معماشو باید بینندگان حل بکنن. من احتمال میدم که حتما تو دفترشون چاپگر نیست و میسر نیست که این برگه رو چاپ بکنن.
به این خاطر گفتن به صورت مکتوب بفرستید. منتها اگر که مدیریت دفترشون زحمت بکشن از خدمات کامپیوتری که مسلما تو قم هم زیاد هست بروند اینو پرینت بگیرن و بدن خدمت جناب آیت الله ناصر مکارم شیرازی. انشالله بنده شخصا هزینه چاپ این برگه رو پرداخت خواهم کرد. والا به خاطر که در این اجر و ثواب شریک بشیم، من همین الان اینجا جلوی بینندگان عزیز من قیمت یک بسته کامل اوراق برگای چاپ رو من اینجا رو میز میگذارم انشالله که هر موقعی که ایشون اگر نیاز داشتن، چون میدونیم که شاید بازار شکر خراب باشه و خمس و این مسائل هم چون ملت بیدار شدن شاید کم برسه به دفترشون، یک بسته اوراق پرنتر رو انشالله برگای پرنتر رو ما حاضریم که از همینجا همونطوری که نامه رو پست کردیم این رو هم خدمت جناب ایشون بفرستیم. بر صورت دفتر آیت الله العظما مکارم شیرازی، احمد جون نشون بده. این ایمیل رو پاسخ دادن که مکتوب به دفتر ایشون بفرستیم. ما هم همون روز بعد از رسیدن این پیام میگن که در کار خیر باید عجله کرد. ما همون پیام رو به این صورت آماده کردیم. احمد جان اگر نشون بدید. همون پیام رو با مهر و امضای شبکه در تاریخ 2 محرم 1438 هجری قمری، پیامی که برای آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی بود، آماده کردیم. تشکر احمد جان. و بعد از اون این پیام رو ما فرستادیم برای این تصویر رو لحظه ای که پست شده این برگه به دفتر ایشون، این زیر اینجا اتفاقا به اسم خودم اینو پست کردیم. اینم آدرس ایشون، آیت الله مکارم شیرازی، ایران، استان قم، شهر قم، ابتدای خیابان، دفتر آیت الله مکارم شیرازی. اینم کد پستی، هم به انگلیسی هم به فارسی. اینم تاریخ تسلیمی اینم شماره کد راجستر این پست که ایشون میتونن با گرفتن این کد از وبسایت این شرکت پستی پیگیری بکنن. اینم تصویر دیگه. تشکر میکنم احمد جان. و این هم سند ارسال این نامه. احمد جان نشان بدید. این هم شماره کد در این قسمت شماره است. وارد وبسایت شرکت بشن مسئولین دفترشون. این هم از طرف من محمد انصاری به آیت الله مکارم شیرازی، آدرس کاملشون. اینم پست کدش که بعد نگن که نرسیده. تشکر میکنم دوستان عزیز و ما انشالله همین سند رو همین الان به ایمیل دفتر ایشون دوباره ارسال میکنیم تا که دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه. جناب استاد اگر تعلیقی دارید رو این دیگه جایی برای تعلیق و شرح نداره. امیدوار هستم که یکی از این مراجع بزرگوار که چند نفر بودند که بهشون پیام دادیم، یکی از این بزرگواران انشاءالله حتما پاسخ بدن. همون گونه که در برنامه قبل بنده هم اشاره کردم، هدف ما صرفاً این هست که حقایق برای عموم شیعه و سنی واضح و آشکار بشه
و بدین خاطر از این بزرگواران کمک خواستیم تا اینکه برای تبیین حقایق و موثق‌تر بودن این مطالبی که ما انشاءالله از کتاب‌های شیعه و مراجع دستاول شیعه نمایش خواهیم داد، به خاطر موثق‌تر بودنشون انشاءالله که همکاری بکنند و نظر خودشون رو بیان بکنند و ما نظر این بزرگواران رو هم انشاءالله در خدمت شما و جلوی دوربین انشاءالله نمایش خواهیم داد، زیرا که هدف ما چیزی جز بیان حقیقت و واقعیت نیست و امیدوار هستیم که عموم شیعه و سنی انشاءالله به این حقایقی که سالیان سال و دهه‌های طولانی هست که از مردم پنهان مانده و یا عمدن پنهانشون کردن، انشاءالله این حقایق برملا بشه و عموم شیعه و سنی عقیده واقعی امامان شیعه و اهل بیت را و همچنین عموم اهل سنت را و همچنین وهابیتی که تبلیغش میکنن انشاءالله برای تمام مردم واضح و آشکار بشه. جزاکم الله خیر. احمد جان اگر که این قسمت رو نشون بدید در جواب نامه‌ای که از دفتر آیت الله مکارم شیرازی فرستاده بودن، این سند ارسال این نامه از طریق پست رو فرستادیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام مذکور به شکل مکتوب به آدرس پستی معظم الله ارسال گردید. موفق باشید. و اینم فرستاده شد. بینندگان عزیز گرامی، گرچه ما یقین داریم که ایشون و غیر از ایشون هیچ کدوم از مراجع اینها، علمای بزرگ اینها، این شهامت و مردانگی رو ندارن که بیان و این ابواب رو انتخاب بکنن و در این مورد بحث و گفتگو بکنن یا جوابی به نامه‌های ما بدن. اما ما اتمام حجتی کردیم با اینها و شما بینندگان عزیز گرامی شاهد باشید که اینها غیر از سر و صدا، غیر از تهمت، غیر از خیانت، غیر از دروغ، غیر از فریبکاری وظیفه دیگری ندارن. میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. با ما همراه باشید. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياء لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا عبد الله. الله اکبر. الله اکبر. حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم و به حول و قوه الهی شروع میکنیم اولین موضوع اصلی برنامه رو که قضیه سوگند به غیر الله سبحانه و تعالی است. یکی از به اصطلاح تفاوت هایی که اینها تبلیغ میکنن که وهابیت سوگند به غیر الله سبحانه و تعالی رو جایز نمیدونه، اما میگن که سوگند خوردن به غیر الله اشکال نداره. میبینیم که به ابوالفضل و به زهرا و به علی و به حسن و به حسین و به هر انسان و حجر و شجر اینها قسم میخورن، در حالی که در کتاب توحید و در عقیده ناب و صحیح اسلامی سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست. جناب استاد در خدمت شماست. همون گونه که قبلا خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم، هدف ما بیان واقعیت ها هست، عقیده واقعی و حقیقی ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شیعیان مدعی هستند که این ائمه امامان اونها هستند و خود را مقلد و پیرو این امامان بزرگوار میدونند. من منتظر بودم که جوابی از جانب این مراجعی که بهشون پیام دادیم به ما برسه و این عنوان رو و عناوینی رو مشخص بکنند. عرض کردم که عناوینی که بیشترین تضاد را با عقیده وهابیت به قول اونها داشته باشه مشخص بکنند، ولو اینکه حتی عنوان باب را مشخص بکنند، نه اینکه اثبات بکنند که این عنوان باب مخالف با عقیده امامان شیعه و اهل بیت هست. منتظر بودیم که این عناوین رو انتخاب بکنن تا اینکه ما از این عناوین شروع بکنیم، اما چون که تا حالا جوابی نرسیده ما میریم سراغ عناوینی که این افراد، یعنی جناب آیت الله مکارم شیرازی و همچنین آقای سبحانی و آقای طبسی در کتابهایی که در نقد و رد وهابیت نوشتند این عنوانها را مشخص کردند و مطرح کردند. ابتدا میریم سراغ این ابواب انشالله تا ببینیم که در آینده آیا این مراجع شیعه پاسخی رو خواهند داد یا اینکه پاسخی رو نمیدهند. اگر پاسخی رو دادن انشالله ما دوباره همین ابواب را و اون بابهایی رو که این مراجع مشخص بکنند انشالله بار دیگر خدمت شما عزیزان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و عقیده واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای شما باز خواهیم گفت. یکی از مسائلی که مورد اختلاف شیعه و مسلمانان هست، نمیگم شیعه و وهابیت یا شیعه و اهل سنت، شیعه و عموم مسلمانان بلا استثناء، بحث سوگند خوردن به نام غیر الله متعال هست که شیعیان امروزی، وقتی که من میگم شیعه یعنی مراجع امروزی شیعه، نه متقدمین شیعه و نه امامان شیعه، زیرا که این عقیده که امروزه تبلیغ می شود در ایران و مراجع شیعه فتوا میدهند هیچ گونه ارتباطی و سنخیتی با عقیده امامان شیعه و حتی با عقیده متقدمین شیعه و نویسندگان دست اول شیعه مانند نویسندگان کتب اربعه شیعه هیچ گونه هماهنگی رو در واقع ندارند. انشالله این مطلب را به صورت مفصل و مستند شما انشالله مشاهده خواهید کرد. و شیعیان امروزی یعنی مراجع شیعه فتوا دادند که سوگند خوردن به نام غیر الله جایز هست و این رو یکی از ایرادات و اشکاله هایی گرفتند بر وهابیت که وهابیت سوگند خوردن به نام غیر الله را شرک می‌دانند، در صورتی که این شرک نیست، عین توحید هست. وهابیت گفتند که قسم خوردن به نام غیر الله هر کسی که باشد جایز نیست، اما این مراجع شیعه گفتند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست و در این زمینه دلایلی رو هم مطرح کردم. من ابتدا برای این که این حرف من مصداق داشته باشه از خود کتاب‌هایی که این افراد و این مراجع تألیف کردند خدمت شما این عقیده رو در مرحله اول نمایش خواهم داد. کتاب آیین وهابیت که استاد جعفر سبحانی نوشتند و چاپ دارالقرآن الکریم هست. من در هفته گذشته عرض کردم این کتاب رو من از دوران طلبگی دارم، به خاطر این هم میبینیم که پاره هست و مشکل داره.
این کتاب در سال چاپ پنجمش هست که در اینجا نوشته سال پنجم مهر 67 این کتاب به چاپ رسیده. چاپ پنجمش هم هست، چاپخانه امیر هست، آیین وهابیت، و این هم صفحه مشخصات طبق اون زمانی که بوده. نام کتاب آیین وهابیت، نویسنده استاد جعفر سبحانی که الان آیت الله العظما جعفر سبحانی ناشر دارالقرآن کریم. تاریخ نشر دقیقا در اینجا ننوشته، قبلا نوشته بودن. چاپ، تعداد صفحات و خطش و آدرس پستی ایران قم، صندوق پستی فلان و بقیه مواردی که در اینجا ثبت شده. در این کتاب بر اساس این چاپی که من در اختیار دارم در صفحه 297 این کتاب یک بخشی رو داره به عنوان سوگند به غیر خدا. در اینجا میگوید که سوگند به غیر خدا از جمله مسائلی است که گروه وهابی روی آن حساسیت خاصی دارند. اینجا اشاره کرده که طرف مقابل ما فقط گروه وهابی هست که حساسیت خاصی را دارند. یکی از نویسندگان آنان به نام صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقاد آن را مایه شرک دانسته و مؤلف الهدیة السنیه آن را شرک کوچک خوانده. ما به فضل الهی در محیط دور از تعصب مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم و کتاب خدا و سنت های صحیح پیامبر و پیشوایان معصوم را چراغ فرارراه خود قرار می دهیم. ما هم این عهد و وعده رو می کنیم با بینندگان عزیز که چراغ فرارراه ما در بحث و در طرح این مسائل قرآن باشد، اقوال رسول الله، روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم، به اضافه روایاتی که شیعه با رجال خودشون از ائمه شیعه و ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل کردن. این عقیده‌ای هست که آقای جعفر سبحانی نسبت داده به گروه وهابیت و میگوید که ما بدون از تعصب و در محیط دور از تعصب مسئله را مورد بررسی قرار میدهیم. بعد از این میگوید که دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا. قبلا گفت که وهابی ها قسم به غیر خدا را جایز نمیدونند، حساسیت زیادی را دارند، یکی از نویسندگانشون را شرک دانسته، اما ما قائل به جوازش هستیم و دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا که دلیل اول و دلیل دوم و سوم رو آورده. ان شاءالله در یک برنامه مستقل دلایل این افراد رو ما بررسی خواهیم کرد. یک نکته رو که من قبلا در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، کسانی که در نقد وهابیت کتاب نوشتند مانند آقای سبحانی و بقیه کسانی هم که انشاءالله نمایش خواهم داد، به هیچ عنوان از کتابهای خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا شیخ الاسلام ابن تیمیه آدرس نمیدهند. اگر هم آدرس بدهند، آدرس رو به اصطلاح قطع و برید هست و تدریسی در آن صورت گرفته. خب کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب یک کتاب هست که همه جا پخش هست و عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب درباره قسم خوردن به غیر الله واضح و آشکار هست و در تمام کتاب‌هایی که در باب توحید نوشته و این مطلب را ذکر کرده که سوگند به غیر خدا، این مسئله رو یاددهانی کرده که سوگند به غیر الله متعال در واقع جایز نیست. اما ببینیم که آقای جعفر سبحانی در اینجا به چه کتابی آدرس میدهد. میگه که به جای اینکه به کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب آدرس بدهد که خود صاحب این تفکر هست، شما اینو نسبت دادی به گروه وهابی. خب چه زیبا بود و از نظر علمی و اصولی هم وقتی که شما یک کتابی رو نقد میکنید، یک عقیده رو نقد کنید، باید همون حرف خود مؤسس اون عقیده رو و کسی رو که تبلیغش کرده و ایجادش کرده اون رو باید ذکر میکردید. اما در اینجا گفته که به نام صنعانی، یکی از نویسندگان آنان به نام صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقاد. خب این صنعانی کی هست؟ نامش کی هست؟ ننوشته که نامش کی هست و مال چه قرنی هست و چه زمانی هست. ایشون آقای صنعانی شاگرد شیخ محمد ابن عبدالوهاب نبودند، نه شاگردشان و نه استادشان. این جناب صنعانی، امیر صنعانی، نویسنده کتاب تطهیر الاعتقاد، تقریبا حدود 17-18 سال یا 16 سال قبل از محمد ابن عبدالوهاب به دنیا اومده.
قبل از محمد ابن عبدالوهاب به دنیا آمده و حدود 24-25 سال قبل از وفات محمد ابن عبدالوهاب از دنیا رفته و در این منطقه دور از به اصطلاح نجد بوده و در سرزمین یمن بودند که هزاران کیلومتر در واقع فاصله داشته. الان به چه دلیل آقای سبحانی کتاب خود محمد ابن عبدالوهاب رو رها کرده رفته سراغ یک کتاب دیگر؟ این رو در واقع ما نمیدونیم که علتش چی هست. اما واقعیت این است که جناب آقای جعفر سبحانی حتی کتاب تطهیر الاعتقاد صنعانی رو هم ندیدند، مستقیما از این کتاب آدرس ندادند. دوستان توجه بکنند، این نکته رو یادآوری میکنم نشون بدم که این افراد واقعا این برای یک مرجع، برای یک استاد، یعنی افتی هست که وقتی میخوان یک عقیده رو نقد بکنن از یک کسی دیگر که قبل از ایشون نقد کرده دلیل بیاورند. شما در نقد عقیده دیگران از دشمنانشون نباید دلیل بیارید. اگر واقعا شما صادق هستید در طرح مسائل، خب کتاب‌های خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب فراوان هست، شما باید به ایشون آدرس میدادید. اگر به تطهیر الاعتقاد آدرس میدادید، خب مستقیما از خود این کتاب آدرس میدادید، از خود کتاب تطهیر الاعتقاد مشخص میکردید فلان صفحهش فلان مطلب را که شما خوندید، نه اینکه آدرس بدید به یک کتاب دیگر. ایشون در هر دو موردی که آورده آدرس داده. کشف الارتیاب صفحه 336، کتاب کشف الارتیاب صفحه 336 نقل از کتاب تطهیر الاعتقاد صفحه 14. یعنی خودشون مستقیما کتاب تطهیر الاعتقاد رو ندیدند که از اون آدرس بدن. از یک نویسنده دیگر کشف الارتیاب که آقای محسن الامین عاملی هست که از اون کتاب آدرس میدن که بله فلانی در مورد وهابیت چنین و چنان گفته، و اون آقا هم محسن الامین عاملی اون هم مستقیما از کتاب محمد ابن عبدالوهاب آدرس نداده، از کتاب یک کسی دیگر به نام امیر صنعانی آدرس داده. و همچنین مدرک دومش را مؤلف الهدیه السنیه آن را شرک کوچک خوانده. حتی این مطلب دوم را آدرسی رو داده به کتاب الهدیه السنیه، این رو آورده مدرک یاد شده نقل از کتاب الهدیه السنیه. یعنی خود ایشون زحمت نکشیدن که برن کتاب تطهیر الاعتقاد و کتاب الهدیه السنیه رو در واقع مطالعه بکنند و مطلب را درست از اون بگیرن. این اولین کتاب. کتاب دیگری که وهابیت در ترازوی نقد هست، من قبلا در هفته گذشته اسم این کتاب را بردم که جناب آیت الله نجم الدین طبسی این کتاب را نوشتند و یکی از کتاب‌هایی که در این باب نوشتند. ایشون هم اومده و این عقیده را به وهابی نسبت دادند که وهابی ها معتقد هستند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست و شرک هست. و نکته‌ای که در اینجا جالب هست، من اصل کتاب رو نداشتم در اینجا و چاپ کردم این رو، از کتاب رو از خود سایت شخصیشون من گرفتم و این کتاب رو چاپ کردم. در اینجا میگوید که در فصل دهم در صفحه 302 کتابی که دارن به نام نقد وهابیت، فصل دهم سوگند به غیر خدا، دیدگاه وهابیت، ایشون میگوید که وهابی ها سوگند به غیر خداوند را منع کرده اند. برخی از آنان چنین سوگندی را مصداق کامل شرک می‌دانند، ولی برخی دیگر از آنها قسم به غیر خدا را شرک اصغر برشمردند. ابن تیمیه میگوید، یک مطلبی را آورده از ابن تیمیه، شرک بر دو گونه است. شرک اکبر که خود انواعی دارد مانند درخواست شفاعت از مخلوق، توسل و مواردی از این دست. گونه دیگر آن شرک اصغر است مانند ریا، سمعه، عملی را به گوش دیگران رساندن و نیز سوگند به غیر خدا. دلیل این که قسم خوردن به غیر خداوند شرک است، شرک محسوب می شود، روایت ابن عمر است. روایت ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود هر کس به غیر خداوند سوگند یاد کند شرک ورزیده است. البته شرک اصغر مسلمان را از دین خارج نمی کند، بلکه چون این کسی باید توبه بکند. جالب اینجا هست که من همیشه این مطلبی رو که در کتاب‌های شیعه من مشاهده کردم، حتی در کتاب‌های متقدمینشون بسیار و فراوان یافت می شود که یک فردی به طور مثال آقای طوسی یک حرفی رو زده و در یک کتابی گفته قلتو، نظر من این است که، و یک چنین و چنان در واقع نقل می کند، قلتو نظر من این هست. بعدی ها که اومدند وقتی که نظر طوسی را یا افراد دیگر همسال اون رو ذکر می کنند، دقیقاً می آورند که قلتو، من چنین و چنان میگم، این همون عبارت رو. خب این حرف رو قبلا آقای طوسی زده، آقای هلی زده یا کسی دیگر داده بدون اینکه مشخص بکنند که این حرف کسی دیگر هست. یعنی سرقت مطبوعاتی در میان مراجع شیعه و علمای شیعه بسیار فراوان هست. در اینجا هم آقای نجم الدین طبسی دقیقاً از همون کتابی آدرس میدن که آقای سبحانی آدرس داده.
یعنی از یک دیگر در واقع کپی کردن. و جالب اینجا هست که آقای طبسی به جای اینکه یعنی دقتی رو هم نداشتن در اصل کتاب که در آورده و از کتاب کشف الارتیاب وقتی که نقل کردن دقت نکردند که اسم کتاب چی هست. در اینجا توجه بکنید، رسائل الهدیه صفحه 25 و همچنین آدرس دادن که نگاه بکنید کشف الارتیاب صفحه 335، همون کتابی که آقای جعفر سبحانی از اون آدرس داده بود. و اسم کتاب را آقای جعفر سبحانی گفته بود که الهدیه السنیه، الهدیه السنیه، و در اینجا گفته که اسم کتاب چی هست؟ رسائل الهدیه، رسائل الهدیه. من بازگشتم به اصل کتاب آقای محسن الامین که در این باره نوشتند و این مطلب رو دیدم که بله آقای طبسی متاسفانه نمیدونم که دیدشون مشکل داشته یا اینکه واقعا متوجه نشدن، علامات پیری هست. این کتاب کشف الارتیاب هست فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب، این کتابی که این دو نفر آدرس دادن، تالیف الامام السید محسن الامین الحسینی العاملی. در این هم صفحه مشخصات این کتاب، قم، میدان معلم، خیابان فلان و مشخصاتی که در اینجا ذکر شده. در اینجا آقای محسن الامین اومده در فصل 5، این چاپی که من دارم فصل 5 هست، صفحه 268 هست. در اینجا اومده و گفته که همین دقیقاً همون مطلبی رو که این دو نفر نقل کردن در اینجا آورده و منتها در اینجا میارد این نقطه رو دقیقاً توجه بکنید، زیرا که این کتاب الهدیه السنیه مجموعه رسائل هست، مجموعه رسائلی هست، اسمش هست الهدیه السنیه. در اینجا میگه و فی الرساله الاولى من رسائل الهدیه السنیه، و فی الرساله الاولى در نامه اول رسائل الهدیه، این الهدیه السنیه این مطلب اومده. آقای طبسی فکر کردند که اسم کتاب رسائل الهدیه هست، اسم کتاب رو ذکر کردن رسائل الهدیه، یعنی دقت نکردن حتی وقتی که تقلید کردند یا نقل کورکورانی کردند که اسم کتاب رو در واقع اشتباه نقل کردند. و همین مطلب را دقیقاً که سوگند خوردن به نام غیر الله جایز هست و مواردی که از اون جایز هست، همین مطلب را جناب آیت الله مکارم شیرازی در کتاب سوگندهای پربار قرآن کریم اینم آورده که انشاءالله در جلسات بعدی خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش خواهیم داد. پس بنابراین در اینجا به این مطلب رسیدیم که علمای امروزی شیعه مانند آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله طبسی و کسانی دیگر که همین فکر و اندیشه را دارند معتقد هستند که سوگند خوردن به نام غیر الله یک عقیده وهابی هست. گروه وهابی این رو در واقع آوردند و مطرح کردند، اما نزد شیعه یا حداقل نزد این افراد قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست و دلایلی رو هم مطرح کردند که انشاءالله این دلایل رو ما در برنامه بعدی به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از این ما میریم سراغ کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که در مورد این مسئله ایشون چه مطلبی رو گفتن. آیا عقیده ایشون با عقیده عموم اهل سنت و الجماعت تضاد دارد؟ آیا عقیده وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب با عقیده امامان شیعه و امامان اهل بیت تضاد دارد، یا اینکه دقیقاً یک حرفی رو و یک مطلب مشخص و واحدی رو این بزرگواران در این مطلب بیان کردند؟ جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، دیدید که جناب حضرت استاد ثابت کردن که این سه شخص یا اکثر کسانی که بر علیه وهابیت، به قول خودشون وهابیت، در حالی که آنچه که به نام عقیده وهابیت داره امروز مورد حمله قرار میگیره از طرف آخوندهای شیعه، در حقیقت همون توحید نابی است که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای بشریت آورده. و اگر محمد ابن عبدالوهاب یک کلمه خارج از آنچه که الله و رسولش گفته در باب اعتقاد سخنی زده باشه و دلیلی از قرآن و سنت نداشته باشه، ما حرفش رو به دیوار میزنیم و براش هیچ ارزشی قائل نیستیم. جناب استاد، مبنای برنامه این بود که ما ثابت بکنیم که آنچه که محمد ابن عبدالوهاب گفته عقیده ائمه بزرگوار شیعه است، یا بهتر بگیم ائمه بزرگوار اهل سنت و کل اهل سنت و تمام مسلمانان.
آیا میتونید اینو ثابت بکنید که قبل از این که من برم روی خود کتاب محمد ابن عبدالوهاب که در این مورد چیزی رو گفتند، آیا حرف گزافی رو زدند یا مطابق با واقعیت صحبت کردند، من نظر عموم اهل سنت و الجماعت رو خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم. در مورد نهی از سوگند به نام غیر الله متعال روایات بسیار زیادی وجود دارد که در صحاح و سنن و مسانید اهل سنت و الجماعت ذکر شده و عقیده تمام اهل سنت و الجماعت بر این هست که قسم خوردن به نام غیر الله هر چی که باشد، پیغمبر باشد یا امام باشد یا امامزاده باشد یا کعبه باشد یا غیر مسائلی از این قبیل باشند، قسم خوردن به نام غیر الله مطلقاً حرام و ناجایز هست. اما این حرمت قطعی هست به معنی اینکه حرام هست یا کراهت دارد، کراهیتش تحریمی هست یا تنزیهی هست، در اختلاف دیدگاهی وجود دارد. اما در اصل عدم جوازش که جایز نیست، تمام اهل سنت و الجماعت در این زمینه اتفاق نظر دارند. روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی مجبور هست و میخواهد سوگند بخورد، صرفاً به نام الله متعال قسم یاد بکند وگرنه ساکت بماند. و همچنین روایت دیگر باز هم در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الا ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم. الله متعال شما را منع کرده که به نام پدرانتان قسم بخورید. من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی مجبور هست که قسم بخورد به نام الله متعال قسم بخورد وگرنه ساکت بماند. این عقیده عموم اهل سنت و الجماعت است. من به جای این که برم سراغ مذاهب اهل سنت و الجماعت فلان امام چی گفته فلان امام چی گفته در این زمینه، یک نقل قولی رو فقط خدمت شما بینندگان عزیز عرض می کنم در مورد این که اهل سنت و الجماعت بر این نقطه اجماع نظر دارند، اتفاق دارند که قسم خوردن به نام غیر الله متعال جایز نیست. ابو عمر یوسف ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالبر که معروف است ابن عبدالبر، یک کتابی رو دارن در شرح موطای امام مالک هست. امام مالک رحمت الله علیه سرمنشه مذهب مالکی، یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت هست که کتابی رو دارن به نام موطا و ایشون اومدند یک کتابی رو تالیف کردن به نام التمهید لما فی الموطا من المعانی و الاسانید، بررسی سندی و محتوایی و شرحی هست در واقع بر این کتاب. ایشون اومدن در این کتاب در جلد 14 صفحه 366 یک مطلبی رو ذکر کردند. بعد از این که روایت که قبلا عرض کردم آورده، روایت من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، اگر کسی میخواد قسم بخورد به نام الله و یا اینکه ساکت بماند. بعد از اینکه این روایت ذکر کردن اومدن یک مطلبی رو بیان میکنند و میفرماد که و فی هذا الحديث من الفقه انه لا يجوز الحلف بغیر الله عز وجل فی شیء من الاشیاء. میگه که فقه این حدیث، معنی و محتوای این حدیث این رو میرساند که جایز نیست سوگند خوردن به نام غیر الله در هیچ موردی، فی شیء من الاشیاء ولا علی حال من الاحوال، به هیچ چیزی قسم خوردن جایز نیست و در هیچ حالی از احوال هم قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست. و هذا امر مجتمع علیه، و این امر یک امر مجتمع علیه هست، یعنی تمام اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند که سوگند خوردن به نام غیر الله در هیچ حالتی جایز نیست. و در ادامه میگه که اجمع العلماء علی ان الیمین بغیر الله مکروهه. علمای اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند که قسم خوردن به نام غیر الله مکروه است و مکروه یک از اقسام حرام هست. داریم حرام، بعدش در مرحله بعدی مکروه هست. خود مکروه بسیار از علما تقسیم کردن، مکروه تحریمی و مکروه در واقع تنزیهی. اما در اصل کراهتش هیچ گونه اختلافی در میان علما وجود ندارد. اجمع العلماء علی ان الیمین بغیر الله مکروهه منهی عنها
مکروه است، از آن نهی شده. لا یجوز الحلف بها لاحد، برای هیچ کسی جایز نیست که به نام غیر الله متعال سوگند بخورد. و اختلفوا فی الکفاره علی من حلف بغیر الله، یک مسئله دیگری رو، آیا کسی که به نام غیر الله قسم بخورد آیا کفاری بر اون لازم هست یا لازم نیست؟ یک مطلب کاملا جداگانه هست که بعد از این ایشون معرفی میکنن. اما در این مسئله که قسم خوردن به نام غیر الله بالاتفاق مکروه هست، منهی عنه هست، این از آن نهی شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن منع کردند. این نکته دوم. و این که قسم خوردن به غیر الله جایز نیست. این موارد را ابن عبدالبر رحمت الله علیه گفتند که ایشون متوفی سال 463 هجری هستند، در قرن پنجم. ایشون گفتند که اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند. این عقیده عموم اهل سنت و الجماعت هست. اگر شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا وهابیت یا نمیدونم صنعانی یا هر کسی دیگر گفته که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست و شرک هست، این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. منتها این که شرک هست یعنی چی، اینو خدمت شما بینندگان عزیز من بیان خواهم کرد. این یک مطلب هست، عقیده اهل سنت و الجماعت. اما عقیده شیعه، وقتی من میگم شیعه منظورم آقای مکارم شیرازی و آقای سبحانی و طبسی نیست. عموم شیعه و متقدمین شیعه در این زمینه نظرشون چی بوده؟ متقدمین شیعه و بزرگان شیعه نظرشون دقیقاً همین نظری هست که من خدمت شما عرض کردم. به اتفاق آرا گذشتگان و متقدمین شیعه هم معتقد بر این بودند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست و یک گناه و معصیت هست. به طور مثالی که از بزرگان شیعه که شریف مرتضی هست، ایشون یک مطلبی رو ذکر کردند که در کتاب الانتصار، یک کتاب الانتصار صفحه 353، یکی از مؤلفین و بزرگان شیعه هست، شریف مرتضی، متوفی سال 436 هست. کتابی دارند به نام الانتصار که جامعه مدرسین قم هم اینو چاپ کردن. در صفحه 353 این مطلب رو در واقع ذکر کردن که من پرینتی گرفتم از این صفحه. ایشون در این کتاب میاد در این صفحه صراحتا این مطلب را بیان میکنند که و الدلیل علی ان ذلك لیس بیمین ولا یلزم فیه حنث. مواردی را قبلا آورده و ذکر میکند، مانند نذر، مانند قسم خوردن به عتق و صدقه و طلاق. این مطالب را ذکر میکند و بعد از آن میگوید که و الدلیل علی ان ذلك لیس بیمین، این موارد جز قسم شمرده نمیشوند و انسان حانث نمی شود. اجماع طایفه هست. اجماع طایفه یعنی اجماع شیعه بر این هست که در واقع قسم خوردن به نام غیر الله متعال قسم و یمین شمرده نمی شود و انسان به خاطر قسم خوردن بر این حانث نمی شود. و اجماعهم حجتون، و اجماع طایفه چیکار هست؟ حجت هست. و ایضا مطلبی که من میخوام بهش اشاره بکنم، فقط این نقطه از دوستان اگر نمایش بدن این مطلب رو، و در اینجا میگه و ایضا فلا خلاف فی ان الحالف بغیر الله تعالی عاص مخالف لما شرع من کیفیت الیمین. و هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، یعنی در میان شیعه. ایشون در زمان خودشون این مطلب رو در واقع بیان کردن. گفتم که در قرن پنجم 436 ایشون وفات کردن. میگه و همچنین فلا خلاف، هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، فی ان الحالف بغیر الله تعالی عاص، کسی که به نام غیر الله قسم بخورد عاصی هست، گناهکار هست. مخالف لما شرع من کیفیت الیمین، مخالفت کرده با اون کیفیت مشروع قسم خوردن. یعنی این کیفیت قسم خوردنی که به نام غیر الله هست این غیر مشروع هست و هر کسی که به غیر مشروع قسم بخورد، به نام غیر الله قسم بخورد، این در واقع انسان گناهکار و خطاکاری هست. فاذا کان انعقاد الیمین حکما شرعیا، در صورتی که انعقاد یمین و سوگند یک حکم شرعی باشد، لم یقع بالمعصیه المخالفه للمشروع. وقتی که انعقاد قسم یک حکم شرعی هست، این حکم شرعی با معصیت انجام نمی شود و صورت نمیپذیرد. یعنی قسم خوردن به نام غیر الله
یک گناه و معصیت هست و اگر کسی به نام غیر الله سوگند خورد پس بنابراین این قسمش اصلا منعقد نمی شود. یعنی قسم حضرت عباس منعقد نمیشه. منعقد نمیشه. این خودش یک معما هست که ان شاء الله عرض خواهم کرد که این همه قسم اصرار دارند بر این که قسم به غیر الله را ثابت بکنند، قسم به عباس و حسن و علی و نمیدونم هر کسی دیگری که قسم میخورند، این همه فشار میارند، این همه کتاب تالیف کردند که برخلاف وهابیت که در واقع برخلاف امامان شیعه هست، میخواند که این عقیده رو ثابت بکنند که قسم خوردن به غیر الله جایز هست. اما نتیجه چی هست؟ خودشون اومدن به اتفاق گفتند که قسم خوردن به غیر الله منعقد نیست. چه انسان قسم بخوره یا قسم نخوره هیچ گونه در واقع تأثیری رو در اثبات یک حق یا نفی یک حق در واقع نداره. این یک مطلب. و جالب اینجا هست که در میان شیعه روایاتی که نهی کرده از قسم خوردن به غیر الله، روایاتی که نهی کرده از قسم خوردن به غیر الله روایات متواتری هست. یعنی یک روایت نیست، دو روایت نیست، سه روایت نیست، روایات متواتری هست، بلکه از متواتر هم فراتر هست، فوق حد تواتر هست. فوق حد تواتر، بله خطن. و فوق حد تواتر یعنی چی؟ یعنی بالاترین مسئله در مذهب شیعه چی هست؟ بحث امامت هست. آقایون ادعا کردند که ما این ادعا رو در برنامه حجت بی حجت به صورت مفصل بررسی کردیم. گفتند که روایات امامت اثنا عشر متواتر هست و فوق حد تواتر هست. در اینجا هم روایاتی که نهی کرده از قسم خوردن به نام غیر الله، قسم خوردن به نام غیر الله، این روایات فوق حد تواتر هست. جناب آیت الله گلپایگانی که فوت کردن، اسمشون هم محمد رضای گلپایگانی بود، ایشون کتابی دارن به نام کتاب القضاء در مورد قضاوت و دادرسی هست. این کتاب در جلد یکی این کتاب و صفحه 379 و 380 یک مطلبی رو دارن در مورد قسم خوردن که کدوم قسم منعقد هست و کدوم قسم منعقد نمی شود، جایز هست یا ناجایز هست. این مطالب رو توضیح می دهد و در این مجموعه این حرف رو بیان می کند. ففی الاول یجوز الحلف بغیر الله تعالی. سوال میکنه آیا در مورد اول، موردی که در آن حلفی بر لا یترى علیه اثر اصلا، که اثری ثابت نمی شود، یعنی بر قسم خوردن چه قسم بخوری یا نخوری هیچ تأثیری نداره، میگه آیا این جایز هست قسم خوردن یا جایز نیست؟ یعنی ما جناب استاد من این مطلب رو پیدا کردم از مکتبه مدرسه الفقاهه، اسم کتاب القضاء، مؤلفش هم سید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی، جلد 1 صفحه 379. احمد جان اگر از اینجا نشون بدی کمی واضح تر است. بله. در این مطلب بعد اینکه این سه مطلب رو نقطه رو ذکر می‌کند و بعد از این جواب میداد. ففی الاول یجوز الحلف بغیر الله تعالی. این به صورت جمله سوالی هست، نمیدونم که در اونجا هم علامت سوال رو گذاشته. آیا قسم خوردن جایز هست به غیر الله متعال یا جایز نیست؟ جوابش ان الاخبار الوارده فی النهی عن الیمین بغیر الله فوق حد التواتر. الله اکبر. روایاتی که نهی کرده از قسم خوردن به نام غیر الله فراتر از حد تواتر هست. یعنی بالاترین تواتری که شیعه دارند میتونن در باب امامت اینو ادعا بکنند. ادعا کردن در مورد تحریف قرآن و مواردی دیگر. بالفرض که این تواتر ثابت و مسلم باشه، یکی از ادعاهاشون این است که روایات نهی از قسم خوردن به نام غیر الله فوق حد تواتر هست. لکن الاصحاب رفعوا الید عن ظهورها. این خودش در واقع عذر بدتر از گناهی هست. اما اصحاب ما شیعیان، یعنی معاصرین هست، متقدمین شیعه نیستند، اما اصحاب ما امثال آقای طبسی و آقای سبحانی و دیگران رفعوا الید عن ظهورها فی الحرمت، معتقد به حرمت این قسم نشدند و معتقد نیستند که این روایات ظاهر هست در حرمت، گرچه ظاهر در حرمت هست. نص روایات ظاهر و نص صریح در مورد حرمت و شرک بودن قسم به غیر الله است که نمونه از این روایات رو ان شاء الله خدمت بینندگان من نمایش خواهم داد. و حملوها علی الکراهه،
و اینو حمل کردند بر کراهت. گفتند که این از این روایات حرمت ثابت نمیشه، اما همه گفتند که چه کار هست؟ حرامه. یعنی قسم خوردن به نام غیر الله حرام هست. ولم یفت احد منهم بحرمت الیمین بغیر الله، و هیچ کسی فتوا نداده به حرمت قسم خوردن به غیر الله. این ادعاش واقعا معرکه هست. به اتفاق در واقع گفتند که ببین، من روایت قبلی رو که من خوندم از آقای شریف مرتضی که در اونجا که آمد، بله قبلا این مطلب رو در واقع ذکر کرده بود، اینها اومدن اجماع رو ذکر کردن برای اینکه این چیکار هست، این معصیتی هست در واقع و برخلاف قول شیعه هست. و در این زمینه من دقیقاً که گفتند که فتوا دادن قسم خوردن به نام پیامبران و ائمه هم در واقع ناجایز هست، اینو من ان شاء الله عرض خواهم کرد. نمیدونم اما ایشون از کجا میگن که ولم یفت احد منهم بحرمت الیمین بغیر الله بل ادعی الاجماع علی الکراهه. ادعا شده که اجماع هست بر کراهت. اجماع بر کراهت در واقع این هست که قبلا این رو من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم و دوباره نشان خواهم داد. خب وقتی که ادعا شده که اجماع شده بر کراهت، این قسم خوردن به نام غیر الله مکروه هست، آیا باز هم نیازی هست که کسی فتوا بده؟ شما خودتون داره میگه که همه اجماع کردن بر این که این روایات دلالت بر کراهت دارند. باز میگه که کسی فتوا نداده که این در واقع قسم خوردن به نام غیر الله چکار هست و جایز نیست و حرام هست، که حتی ابوابی در کتاب شیعه هست که با همین ابواب هست که قسم خوردن به نام غیر الله در واقع جایز نیست. خب این مطلب دیگر هست و مطالب دیگری هست که در این زمینه هست. من یادداشت کردم در اینجا از کتاب شیعه، از کتاب مستند شیعه و کتابای دیگری که هستند که همه این اجماع رو در واقع نقل کردند که بزرگان شیعه و متقدمین شیعه بر این اتفاق نظر داشتند که روایات حلف و قسم خوردن به نام غیر الله در حد تواتر هست و همه بر مقتضاش عمل کردند. حداقل حکمش این است که بر کراهت هست. وقتی ما میگیم فلان عمل مکروه هست، یعنی نهی شده، ائمه و بزرگواران رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی کردند و مکروه هست، کسی نباید این رو در واقع انجام بدهد و جایز نیست. الان این عقیده مشترک اهل سنت و الجماعت و ائمه شیعه هست، یعنی اجماعی که بزرگان شیعه نقل کردند بر این که قسم خوردن به نام غیر الله در واقع یک نوع معصیت هست و کسی که این کار رو انجام بدهد گناهکار هست و با گناه در واقع یک یمین و حکم شرعی ثابت نمی شود. و در این زمین اگر بخوایم وارد بشیم، فتاوای علمای متقدمین شیعه و مراجع شیعه واقعا بسیار زیاد هست که من به همین مقدار اکتفا می کنم. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی، دیدید یکی از بازی هایی که اینها دارن در کتاب هاشون و علمای اینها، تضادی که در این دین و اعتقاد وجود داره. از یک طرف واقعا خیلی جالب من الاخبار الوارده فی النهی عن الیمین بغیر الله فوق حد التواتر، و بعد از اون میاد و شروع میکنه که کراهیت داره و بعد دلایل میاره که بله بعضی از ائمه این کارو میکردن و روایت های ساختگی خودشونو، دینی که سراسر تناقض و تضاد است. میان برنامه کوتاه میبینیم و با ادامه برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. من بودم از قبل، بله. الحمدلله شکر خدا هدایت داد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودن که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدن. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن با تفسیرش میکنن. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2-3 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد رو بیاورم. الحمدلله 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 الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يريد
تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج يتألق بله بینندگان عزیز گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم و امامان وهابی شیعه که در این برنامه ثابت خواهیم کرد که وقتی که محمد ابن عبدالوهاب و یا کسانی که متهمشون میکنن به این که وهابی هستن و میگن که قسم خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی شرک است، این حرفشون دقیقاً همان اعتقادی است که امامان شیعه یا در حقیقت امامان مسلمانان از علی تا حسن عسکری رضی الله عنهم اجمعین داشتن. جناب استاد، من چون که وقت در واقع داره میره، من برمیگردم به کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب ببینیم که ایشون چی گفتن. من اجماع علمای شیعه و سنی رو نقل کردم در این زمینه که هیچ گونه اختلافی با هم دیگر ندارند و همچنین نظر مراجع کنونی شیعه رو نقل کردم که برخلاف اجماع شیعه و اهل سنت در واقع حرف زدند و مخالفت کردند. اما شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که میگن وهابیه چنین و چنان گفتند و چنین و چنان کردند، ببینیم که ایشون در این کتاب خودشون چی میگویند. ایشون در باب 41 کتاب توحید، باب قول الله تعالی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، در این کتاب باب 41 هست، منتها در برخی از نسخه‌هاش به خاطر اینکه مقدمه رو حساب کردن به عنوان یک باب حساب کردن، یک شماره شاید جلو عقب باشه. چون در ترجمه‌ای که من دارم اینجا باب 42. بله 41 دارم، اون به خاطر اینکه مقدمه رو هم به عنوان یک باب حساب کردن. در اینجا میگوید که دوستان اگر نمایش بدن یا اگر از نسخه پی دی افش نمایش میدن، هر من مورد نسخه فارسیشو دارم، شما نسخه از عربی نسخه عربی در اینجا دوستان نمایش بدن. باب قول الله تعالی فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، در مورد تفسیر این آیه ایشون میفرمان قال ابن عباس، از خودشون هیچ حرفی رو در اینجا نیاوردن. قال ابن عباس فی الآیه، در مورد تفسیر این آیه فرمودند الانداد هو الشرک، انداد یعنی شرک، اخفا من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمت اللیل، که این شرک خفی در واقع خفیتر و پنهانتر هست و ریزتر هست از یک حرکت مورچه بر روی سنگ سیاهی در دل شب تاریک. و هو ان تقول، این شرک خفی یعنی چی؟ شرک خفی که گفته میشد یعنی چی؟ این است که مثلا بگی والله و حیاتک، به حیات کسی قسم بخوری، یا فلانه و حیاتی و به جان خودش قسم بخوره، و تقول مثلا تو بگی که لولا کلبت هذا لاتانا اللصوص، اگر این سگ تو خونه نبود خب دزدا می اومدند، ولولا البط فی الدار لاتى اللصوص، و قول الرجل لصاحبه، این که یک فردی به رفیق خودش بگوید که ما شاء الله و شئت، هرچی الله و تو بخواهید، هرچی الله و تو بخواهید، لولا الله و فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرک. این قول حضرت عبدالله ابن عباس هست که ابن ابی حاتم اینو در تفسیر خودش آورده. در ادامه میگه عمر ابن خطاب، از عمر ابن خطاب روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک، هر کسی که به نام غیر الله قسم بخورد کافر شده یا مشرک شده. این هر دو تا لفظ در واقع در اینجا اومده، رواه الترمذی و حسنه و صححه الحاکم. بعد از این اومده یک مطلبی رو از عبدالله بن مسعود ذکر کرده که لئن احلف بالله کاذبا احب الی من ان احلف بغیره صادقا، اگر قسم دروغ بخورم به نام الله برایم بهتر از این است که قسم راستی رو به نام غیر الله بخورم. بعد از این مطلبی رو ذکر کرده از حذیفه رضی الله تعالی عنه که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده، نگید ما شاء الله و شاء فلان، هرچی که الله
الله و فلانی بخواد، بلکه بگویید که ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. بگید اول هرچی فلانی بخواهد، بعد از الله هرچی الله بخواهد و بعد از الله هرچی فلانی بخواد. رواه ابو داود به سند صحیح. و روایت دیگری را آورده از ابراهیم النخعی انه یکره ان یقول الرجل اعوذ بالله و بک. این که الله متعال را یعنی در کنار یک فرد دیگر قرار بدیم، در واقع این از مصادیق شرک هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نهی کردن. خب به خاطر اینکه وقت کم هست من نمیخوام کل این باب رو ترجمه بکنم. در اینجا محمد ابن عبدالوهاب از این اقوالی که هیچ کدوم از قول خودشون نبود، چند نکته رو استنباط کرده. الاولی تفسیر آیه البقره فی الانداد. در مورد انداد، یعنی کلمه انداد رو عبدالله ابن عباس چیکار کرده؟ تفسیر کرده. این تفسیر آیه همون قولی هست که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده. این مطلب اول. مطلب دوم این که صحابه آیه ای رو که نازل شده ان الصحابه یفسرون الآیه النازله فی الشرک الاکبر بانها تعم الاصغر. آیه ای رو که در مورد شرک اکبر نازل شده، صحابه معتقد هستند که این شامل در واقع شرک اصغر هم می شود. یعنی این که محمد ابن عبدالوهاب میگه که قسم خوردن به نام غیر الله شرک اصغر هست، زیرا که اون آیه رو میگه که در مورد شرک اکبر هست. صحابه معتقدند که شرک اکبر در واقع شرک اصغر رو هم در بر میگیره، پس بنابراین قسم خوردن به نام غیر الله شرک اصغر هست. مطلب سوم ان الحلف بغیر الله شرک. اون مطلبی که در روایت عمر ابن خطاب اومده. نقطه چهارم ان اذا حلف بغیر الله صادقا فهو اکبر من الیمین الغموس. یمین غموس یعنی قسم دروغ که گناه کبیره هست، گناه بزرگی هست، اما قسم خوردن به نام غیر الله از یمین غموس هم گناهش بیشتر هست. الخامسه الفرق بین الواو و ثم. تفاوتی که بین واو و ثم دو تا حرف عطف وجود داره که جایز است که شما بگید که ما شاء الله ثم فلان، که هرچی الله و بعدش فلانی بخواد اشکالی نداره. اما اینکه بگی هرچی الله و فلانی بخواد، این از نظر شرعی مشکل داره. خب این تمام مطلبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این باب گفتم. اما مطلب اول که از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده، من نمیخوام که، گرچه من اینجا یادداشت کردم تمامی این نکات از روایات خود شیعه، یعنی این که شرک خفیتر هست از مورچه‌ای که بر روی سنگ سیاه در دل شب تاریک راه می‌رود، این که قسم خوردن والله و حیاتک جایز نیست و شرک هست، و همچنین که لولا الله ما شاء الله و شئت. اینو من که از اقوال شیعه علما و ائمه شیعه کاملا اینو من آوردم و در اینجا یادداشت کردم. اگر وقتی بشود ان شاء الله اینو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما منتها میرم سراغ تفسیر نمونه که خود آیت الله ناصر مکارم شیرازی تألیف کردند و در مورد تفسیر همین آیه که فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، دقیقاً همین قول حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رو آورده و تأیید کرده. یعنی حرفی رو که محمد ابن عبدالوهاب زدند، تفسیری رو که محمد ابن عبدالوهاب برای این آیه ذکر کردند، آقای ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 159 این مطلب رو آوردن ذکر کردند. در این صفحه میگوید که نکته بت پرستی در شکل‌های مختلف، یعنی بت پرستی و شرک در شکل‌های مختلف هم ظاهر می شود. در اینجا توجه به این حقیقت لازم است که قرار دادن شریک برای خدا تنها منحصر به ساختن بت‌های سنگی و چوبی و یا از آن فراتر انسانی همچون مسیح علیه السلام را یکی از خدایان سگانه دانستن نیست. یعنی تنها مفهوم شرک این نیست، بلکه معنی وسیعی دارد. صورت‌های مخفی‌تر و پنهانتر را نیز شامل می شود و به طور کلی هرچه را در ردیف خدا در زندگی مؤثر دانستن یک نوع شرک است. میگوید ابن عباس در اینجا تعبیر جالبی دارد. یعنی این معنیش چی هست؟ تعبیر جالبی داره، یعنی تایید میکنند حرف حضرت عبدالله ابن عباس را. محمد ابن عبدالوهاب هم در تفسیر این آیه هیچ چیزی رو نگفتن به غیر همین حرف حضرت عبدالله ابن عباس. میگوید الانداد هو الشرک و اخفى من دبیب النمل، روایتی که من قبلا خوندم خدمت بینندگان عزیز و ترجمهش انداد میگه همان شرک است که گاهی پنهانتر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک. از جمله این که انسان بگوید به خدا سوگند، به جان تو سوگند، یعنی قسم خوردن به غیر الله،
بگوید به خدا سوگند، به جان تو سوگند که در اونجا بود، والله و حیاتک. والله و حیاتک اینجا ترجمه اشکال داره که به خدا سوگند، به جان تو سوگند. این دو تا جمله جداگانه اینجا یعنی به بیننده میرسه. به جان خودم سوگند، به جان تو سوگند یعنی چی؟ شرک هست. به جان خودم سوگند یعنی خدا و جان خود و جان دوستش را در یک ردیف قرار بدهد و بگوید اگر این سگ دیشب نبود دزدان آمده بودند، پس نجات دهنده ما از دزدان این سگ است. این تفسیری هست که ایشون کردن که در اصل روایت نیست. یا به دوستش بگوید هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی. همه اینها بوی از شرک میدهد. اینجا دیگه همون شیعه‌گری خودشون رو باید ثابت بکنن. در روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که هذا كله به شرک، هذا كله به شرک. دوستان نمایش بدن این مطلب را که در روایت اهل سنت اومده، میگوید که هذا كله یعنی تمام مواردی که قبلا من ذکر کردم حضرت عبدالله ذکر کرده، هذا كله به نسبت به الله متعال چیکار هست؟ شرک هست. یعنی شما در کتاب محمد ابن عبدالله بود و در اصل روایت هست. این مطلبی که آقای ناصر مکارم در واقع این مطلب هم خودش هم آورده در همین کتاب. خب آورده. نقطه من در اینجا است که همه اینها بوی از شرک میدهد. اینجا کجا گفته عبدالله ابن عباس که بوی از شرک میدهد؟ گفته شرک است. تعبیری که فلان عمل شرک هست یا بوی از شرک میدهد، این زمین و آسمان با هم دیگر در واقع فرق میکنند. و مطلب دیگری که باز هم در همین روایت اومده بود و در حدیثی میخوانیم، مردی در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم همین جمله را گفت، ما شاء الله و شئت، هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اجعلتنی لله ندا، مرا شریک خدا و هم ردیف او قرار دادی. میگه در تعبیرات عامیانه روزمره نیز بسیار میگویند اول خدا دوم تو. باید قبول کرد که این گونه تعبیرات نیز مناسب یک انسان موحد کامل نیست. این بازم اینجا یک قیدی آورده که موحد کامل، شایسته انسان موحد نیست که این حرفو بزنه. اما ایشون میگن که بویی از شرک دارد و شایسته انسان موحد کامل نیست تا اینکه یک جای فراری در واقع باشه. خب این مطلب اولی هست که در اینجا در واقع ذکر شده در مورد مطلبی که محمد ابن عبدالوهاب درباره تفسیر این آیه آورده. دقیقاً همین چیزی هست که آقای ناصر مکارم شیرازی در تفسیر خودش ذکر کردن. بعد از این روایتی که عمده هست در این باب، این مطلب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است در سنن ترمذی و حاکم همین رو آورده. عین همین روایت در کتاب شیعه هم اومده، هیچ اختصاصی به اهل سنت و الجماعت ندارد. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تالیف خاتمه المحدثین حاجی میرزا حسین نوری طبرسی متوفی 1320، تحقیق مؤسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جلد 16 این کتاب هست. و در اینجا یک بابی را دارد که باب ان الیمین لا تنعقد بغیر الله، قسم خوردن به نام غیر الله منعقد نمی شود، یعنی معتبر نیست. در این باب در صفحه بعدش این روایت رو آورده و نقل می کند از اوال اللآله روی عن النبی صلی الله علیه و سلم، در صفحه 50 هست این کتابی که من دارم، صلی الله علیه و آله، انه سمع عمر بن الخطاب یحلف بابیه. عمر بن الخطاب به نام پدرش قسم میخورد. شنیدند که رسول الله این حرف رو شنیدند. فقال صلی الله علیه و آله ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم. روایتی که من در ابتدا برنامه خوندم، الله متعال شما را نهی میکند که به نام پدرانتون قسم بخورید. روایت بعدی و روی عنه صلی الله علیه و سلم، و همچنین روایت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند انه قال من حلف بغیر الله فقد اشرک. هر کسی به نام غیر الله قسم بخورد مرتکب شرک شده. و فی بعض روایات فقد کفر بالله، در واقع کفر کرده. در بعضی از روایات اومده. دقیقاً همین مطلب را در اینجا محمد ابن عبدالوهاب در واقع ذکر کردن. دوستان نمایش بدن دوباره. و عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. این تفاوت روایت هست. یه شک در شک راوی هست در که آیا فرمودن فقط کفر یا اینکه فرمودن فقط اشرک. پس بنابراین محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این زمینه هیچ حرفی رو نگفته از خودشون، فقط همون حرفی هست که هم در کتابای شیعه اومده و هم در کتابای اهل سنت و الجماعت در واقع ذکر شده. غیر از این قسم خوردن به جان، همون گونه که در این روایت اومده بود، روایت اهل سنت و الجماعت اومده بود، عین همین مطلب را روایات شیعه هم دارند که قسم خوردن، شما قسم بخورید به جان یک
کسی دیگر یا به نام یک کسی دیگر، این در واقع شرک است. دوستان این کتاب را بدم، تفصیل وسایل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه، مال حر آملی هست، جلد 8 چاپ فشردهش هست و ایشون هم یک بابی رو دارن در این کتاب به نام باب انه لا یجوز الحلف ولا ینعقد الا بالله، قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست. باب انه لا یجوز الحلف ولا ینعقد الا بالله. قبلا آقای گلپایگانی چی گفته بود؟ هیچ کسی از علما فتوا نداده که قسم به غیر الله جایز نیست. فتوا که ندادن هیچی، عنوان باب هست، باب انه لا یجوز الحلف ولا ینعقد الا بالله و اسمائه الخاصه و نحو قوله لعمر الله ولا الله. در این باب روایت 11 هست. محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیر خودش از زراره نقل کرده قال سألت ابا جعفر، از امام ابو جعفر من سوال کردم در مورد این آیه که الله متعال میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، میفرماید که اکثرشون مسلمان نیستند مگر این کونها مشرک هستند. ادعای مسلمانی دارند اما باز هم مشرک هستند. قال من ذلك قول الرجل لا و حیاتک، من جمله این شرک این مورد هست که کسی قسم بخورد و بگوید لا و حیاتک، به جان تو قسم و سوگند، و روایت متعددی در این زمینه هست. پس بنابراین اگر محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمودند که قسم خوردن به نام غیر الله شرک است، این اجماع شیعه هست که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست. متقدمین شیعه اینو گفتن و همچنین در روایات شیعه هم اومده که من حلف به غیر الله فقط کفر او فقط اشرک، و همچنین در روایات شیعه اومده که هر کسی بیاد قسم به جان خودم به جان تو قسم، امام باقر فرمودند که این در واقع یکی از مصادیق شرک شمرده می شود. این حرفی است که محمد ابن عبدالوهاب زده و علما و ائمه شیعه هم این حرف رو زدن و هیچ تفاوتی در میان عقیده محمد ابن عبدالوهاب و عموم شیعیان متقدمین ائمه شیعه در واقع وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بریم سراغ تماس‌های بینندگان یا مطلب دیگری هم دارید؟ مطالب که خیلی زیاد هستن، ما شما فرمودید که بینندگان حق از همین لحظه احمد جان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس کنیم. ما حدود تقریبا 12 دقیقه تا پایان برنامه داریم. اگر بینندگان عزیزی دوست دارن که در مورد این موضوع اظهار نظر بکنم، فقط من یک نکته رو تاکید کنم که در این برنامه فقط در مورد موضوعی که مطرح میشه عزیزانمون اظهار نظر بکنن و اگر خواستن موضوعات دیگری رو مطرح بکنن انشاءالله در برنامه‌های دیگه، خواستن در برنامه اونوسه که در خدمت شما عزیزان هستیم. احمد جان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس کردن و همچنین از طریق ایمیل برنامه live@wasalfa.tv هم شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد موضوع برنامه اظهار بکنید و انشالله پیام شما رو در اثنای برنامه خواهیم خوند. اولین تماس رو میگیریم. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. بله بفرمایید. لطفا خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی، از کجا تماس میگیرید؟ آقای انصاری استاد، من از ایران تماس میگیرم. اسمتون؟ علیرضا هستم. آقای علیرضا برادر عزیز، موضوع برنامه این است که سوگند خوردن به غیر الله شرک است. این سخن رو محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش گفته و علمای شیعه هم از ائمه اهل بیت این روایت رو ذکر کردن در کتابشون و سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی رو شرک میدونن. نظرتون چی است در این مورد؟ بله، من در مورد همین شرک می‌خواستم صحبت کنم و در مورد سوگند به غیر الله سبحانه و تعالی برادر عزیز. بله در اتفاق من در خود صحیح مسلم خوندم. برادر عزیز و گرامی خواهش میکنم آقای علیرضا اگر میخواید تماستون رو قطع نکنم، اگر فارسی بلدید، عقل و شعور دارید، عرض کردم خدمتون موضوع برنامه سوگند خوردن به غیر الله شرک است. محمد ابن عبدالوهاب اینو در کتابش گفته، امامان شیعه هم اینو تایید کردن، پس چرا شیعیان امروز به غیر الله قسم میخورن؟ لطفا در این مورد صحبت کنید. خب بله میگم الان نوع خانی هم شرکه اما آیشه انجام داده. حالا شما بفرمایید. نمیدونم که آقای علیرضا برادر عزیز، من پیشنهاد میکنم به یک مهد کودکی که نزدیک خونتون است برید یک دوره 6 ماه در اونجا یاد بگیرید که چطور صحبت بکنید، حرف فارسی رو بهتر متوجه بشید. بله سلام علیکم بفرمایید.
سلام و عرض ادب برای آقای انصاری برادر بلند. سلامت باشید برادر گرامی، بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم. من مطلب اینو دارم، خواستم که شما تشکر کنم از برنامه خوب شما، ان شاءالله که همیشه موفق باشید. تشکر از شما برادر عزیز، الله نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه به صالح حق. به صالح حق، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله بفرمایید. مرتضی هستم از مشهد. آقا مرتضی از مشهد. موضوع برنامه رو متوجه شدید آقا مرتضی برادر عزیز؟ بله قربان. بفرمایید در خدمت شما هستیم. من الان 2 جلسه برنامه‌تون رو پیگیری کردم، خیلی برنامه خوبی، ازتون ممنونم. خدا خیرت بده ان شاءالله آقای انصاری. سلامت باشید. بله قربان، سوگند به غیر الله 100% شرک است. هیچ کم نمیتونه اینو نهیش کنه، اما این شیعیان رافضی شما هرچی هم بگی میگن رسول الله هم نعوذ بالله وهابی بوده. اینا رو کارشون هم نمیتونه بکنه آقای انصاری. این بنده خدایی که الان اومد میگه نوحانی خانم شرک است، عایشه هم نوحانی کرده. آخه برادر من تو دینت از خدا میگیری، از قرآن میگیری، از رسول الله میگیری. درست. چرا با بغض و کینه اینقدر حرف میزنین؟ زشته. درست. یا آقای زنگ زده میگه که نمیدونم شما اگر بارگاه حضرت رسول خراب کنین ما هم بارگاه مرتضی خراب کنیم. شما چرا انقدر کینه ورزی میکنین؟ والا بالله 2 تا 4 تا عقل خودتون رو باز کنین، با بینش باز نگاه کنین برادر من، خواهر من. درست. تشکر میکنم آقا مرتضی برادر عزیز، موفق باشید. قربونتون برم، سلامت باشید، موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم انصاری سید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً من میخواستم درباره موضوع برنامه صحبت بکنم، درباره شیعیان. بفرمایید در رابطه با شیعیان درست است که خودشان هم تایید میکنن غیر از الله شرک است، ما هم تایید داریم که شرک است و خودشان چون که یک دین باطله دارن نمیتونن که هم باطله خودشان اثبات بکنن. اگر 4 تا 5 تا یک جای باشه در بین 6 7 تا سنی نمیتونن که دست الا نماز بخوانن، یعنی آبرویشون نمیشه که دست الا نماز بخوانن. وقتی که 10 تا 15 تا یک جای شد میخوان که دین باطلی خودشان باز رونق بدهن. درست. تشکر از شما برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. زنده باشید. زنده باشی. بعد سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. وصال حق بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. از جلال. بله؟ جلال هستم. آقای جلال درسته؟ بله درست. آقا جلال بفرمایید برادر گرامی، در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبتی دارید میشنویم. من عذر میخوام از جلال برادر عزیز و گرامی، صدای شما واضح نیست، لطفاً دوباره تماس بگیرید. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. علیرضا هستم از ایران. علیرضا برادر گرامی، موضوع برنامه رو متوجه شدید؟ سوگند به غیر الله. بله. بله، ما از کتب شیعه احادیثی روایاتی از امامان بزرگوار اهل بیت آوردیم که در تایید گفته های محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید است که سوگند به غیر الله سبحانه و تعالی رو شرک میدونه. با وجود این روایات صحیح در کتب شیعه و اهل سنت، چرا بعضیا به غیر الله سوگند یاد میکنن؟ ولی الله خودش تو کتابش قسم خورده و تین و زیتون، قسم به الله سبحانه و تعالی. برادر گرامی، الله سبحانه و تعالی الله قسم به پاکی ها خورده. برادر گرامی، امامای ما هم انسانای پاکی بودن. باش چشم، داریم صحبت دیگری هم دارید؟
نه تا همین میخواستم بگم. باش، در این مورد انشالله جناب استاد صحبت خواهیم کرد. به چیزای دیگه قسم خورده، پس ما میتونیم به چیزای دیگه قسم بخوریم، به انسان‌های پاک دیگه قسم بخوریم. الله سبحانه و تعالی تین و زیتون رو خلق کرده، شما هم خلق بکنید بعد بهش قسم بخورید. تشکر برادر عزیز. انسان‌های پاک و خلق. تشکر. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب جناب استاد وقتمون تقریبا 4 دقیقه است. سوال جالبی کرد آقا علیرضا، میگه الله سبحانه و تعالی به سوال بپردازم. بخاطر اینکه بحث منعقد بشه، من چندی مورد رو 7-8 مورد رو من از کتاب شیعه از متقدمینشون نقل کرده بودند که قسم خوردن به نام ائمه و بزرگواران رو قبول ندارند و جایز نیست نزد شیعه. حداقل یک موردی رو من خدمت بینندگان عزیز اگر اجازه بدید مطرح میکنم. به طور مثال شهید اول در کتابی دارند به نام الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه جلد 2 صفحه 96. این کتاب ایشون هست، محمد ابن مکی آملی که معروف است به شهید اول. ایشون در این کتاب در صفحه 96 این مطلب رو آورده که علمای دیگر هم این مطلب رو آوردن و میگوید ولا یجوز الحلف بغیر الله و اسمائه، و جایز نیست قسم خوردن به نام غیر الله و به غیر از اسماء الله. قسم خوردن به غیر الله و اسمایش جایز نیست. مانند چی؟ کل کتب المنزلتی، مانند کتابهای آسمانی که الله نازل کرده، و مانند انبیا و مانند ائمه علیهم السلام. خیلی صریح است که جایز نیست قسم خوردن به نام غیر الله و به نام غیر از صفات الله به مواردی امثال کتابهای آسمانی، قرآن و تورات و انجیل و انبیا مانند رسول الله و بقیه پیامبران و الائمه علیهم السلام. این حرف تنها شهید اول نیست، این حرف رو خود توسی هم زدند. ولا یجوز ان یحلف احد بالقرآن ولا بوالدیه ولا بالکعبه ولا بالنبی ولا باحد من الائمه. اینو در کتاب النهایه گفته که توسی و هلی یعنی تحقیقش کرده دوباره. و همچنین شیخ مفید این حرف رو زده در کتاب المقنعه صفحه 558 لا یجوز ان یحلف الانسان برسول الله صلی الله علیه و سلم ولا بامیر المؤمنین ولا باحد من الائمه. قسم خوردن به پیامبر، امیر المؤمنین و ائمه دیگر جایز نیست. موارد دیگری من در اینجا ذکر کردم از ابن ادریس هلی، از ابن مطهر هلی و دیگران که ان شاء الله فکر کنم به این اندازه کفایت باشه و در هفته بعد ان شاء الله موارد بیشتری خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. اما در مورد 2 سوالی که در اینجا بود که یک، الله متعال قسم خورده به نام مخلوقاتش، به نام مخلوقات خودش قسم خورده، این یک مورد. و همچنین بیننده قبلی که گفتند که صحیح مسلم اشاره کردند که در کتاب صحیح مسلم احتمالاً می‌خواستند همین حرف رو در واقع بزنند که برمیگرده به دلایل این افرادی که گفتند که سوگند خوردن به نام غیر الله جایز هست. دوستان نمایش بدید این کتاب رو ان شاء الله. کتاب آقای سبحانی از دلایل ما برای جواز قسم به غیر الله. اول این که قسم خوردن قسم‌های الله متعال در قرآن کریم، این دلیل اولشون هست. دلیل دومی که در اینجا آورده در صفحه 299، دلیل دوم حدیثی از صحیح مسلم هست، میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام غیر الله قسم خورده و غیر از این دلایل دیگری که در این زمینه آوردن. ان شاء الله موعد ما در باره نقد این دلایل به صورت مفصل در هفته آینده هست. هفته آینده موضوع برنامه ما ان شاء الله بررسی و نقد دلایل امثال آقای سبحانی و آقای مکارم شیرازی و توسی خواهد بود. به صورت مفصل به این برنامه ان شاء الله به این موضوع خواهیم پرداخت. جزاکم الله خیر. خیلی جالب است اگر که یک کمی عقل و شعور داشته باشند کسانی که به این دلایل که در کتاب‌های مانند کتاب آیین وهابیت آقای سبحانی که مصداق امون ضلوا و اضلوا گمراه شدن و گمراه کردن مردم را. من فقط یک جمله بگم در مورد اینکه الله متعال قسم خورده در قرآن کریم و ما هم باید قسم بخوریم به هر چیزی که به غیر الله قسم خورده ما هم باید قسم بخوریم که آقای سبحانی به صورت مفصل آورده. اما عین همین حرف رو امام باقر رحمت الله علیه با سند صحیح در کتاب‌های شیعه در خود کتاب کافی اومده که الله قسم خورده اما شما حق ندارید قسم بخورید. الله جواب دندان شکن صحیح و صریح امام باقر هست در این زمینه که انشاءالله در هفته بعد به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز بررسی خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. جزاکم الله خیر. و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید.
من یک نکته رو اشاره بکنم در این برنامه دوستانی که تماس میگیرن از برادران عزیز شیعه، از خواهران گرامی شیعه که در مورد موضوع برنامه اگر میخواهید مطلبی را ارائه بدید لطفاً مصادرتون، منابعی که میخواهید نقل بکنید، جلد، صفحه، اسم کتاب، اسم مؤلف، همه چیز آماده داشته باشید و فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید. ببینید هوچیگری سر و صدا را انداختن به موضوعات غیر از موضوع برنامه پرداختن نشان دهنده اولا ضعف شخصیت شماست که حرف واضح و به اصطلاح صریح ما رو متوجه نمیشید، بعد یک دوره برید کمی مهد کودک و غیر از این همین مطالب را ما تقاضا کردیم از خود نویسنده این کتاب ها که بیان دونه جواب بدن. اگر شما متوجه نمیشید خود آقای صبحانی و آقای طبسی و آقای مکارم شیرازی که متوجه میشن من چی میگم، خب اون جواب بدن، اهلا و سهلا، ما جوابشون خدمت بینندگان عزیز دوباره بررسی خواهیم کرد. بله. و تشکر ویژه از همه عزیزانی که در تهیه این برنامه با ما همکاری کردن. انشاءالله در هفته آینده به اذن الله تعالی در همین وقت با شما عزیزان خواهیم بود با برنامه امامان وهابی شیعه و ثابت خواهیم کرد که آنچه که محمد بن عبدالوهاب در کتابش گفته، در کتاب توحید که مهمترین تعریف اعتقادی ایشون هست، سر موهی هم با سخنان علی و فرزندان علی رضی الله عنهم اجمعین تفاوتی نداره و آنچه که این بزرگواران اعتقاد داشتن آنچه است که در قرآن کریم و در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. تا فرصت دیگر الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.